سلام بر شما دوستان، به قسمت دوم پادکست شعور سیاسی خوش آمدید. در این قسمت میخوام فقط تعاریف و معیارهای شعور سیاسی رو توضیح بدم تا بعد بریم روی تاریخ ایران، به طور خاص تاریخ این 45 سال گذشته. 3 معیار هست که میتونه سرنوشت یک ملتی رو به سمت پیشرفت و ترقی و آزادی و دموکراسی پیش ببره. این 3 محور میتونه مبنای تعریف و معیار شعور سیاسی باشه. 1. تشخیص منافع ملی. پس یکی از معیارهای شعور سیاسی تشخیص منافع ملی ایران هست. منافع ملی هر کشور شامل این محورهای مشترکه: هویت ملی، تمامیت ارضی، نفی سلطه یک گروه یا یک عقیده بر احاد کل مردم، فرصت‌های برابر سیاسی، اقتصادی، آموزشی، فرهنگی، علمی و ورزشی واسه همه، برابری زن و مرد، حفظ میراث ملی و تاریخی، خودداری کردن از تعرض سیاسی و جغرافیایی به ملک و کشور و سرزمین دیگه‌ای. اینها یا این مفاهیم مهم هستند چون باید به عنوان منافع ملی مد نظرمون باشه و در فعالیت هامون، حالا چه سیاسی، چه اجتماعی، چه فرهنگی، چراغ راهنمامون باشه. به این خاطر مهمن. محور دوم، تشخیص تضاد اصلی سیاسی، اجتماعی، فرهنگی. تضاد اصلی یعنی اون عاملی که مانع عمده تأمین منافع ملی ایرانه، یعنی بر سر راه تأمین منافع ملی ایران یک مانع اصلی وجود داره، اون باید بشناسیمش. یعنی که شاغول تنظیم کننده فعالیت ها و موضع‌گیری های ما باشه. تضاد اصلی چیه و کیه؟ محور 3، تشخیص ضرورت یا اولویت آزادی، دموکراسی و برابری و مقدم دونستن اونها بر هر گونه منافع شخصی، گروهی و دولتی. پس تا اینجا ما 3 شاخص دادیم برای تشخیص شعور سیاسی از بیشعوری سیاسی، یا بهتر بگیم 3 محور اصلی معیار شعور سیاسی که گفتیم: اولی تشخیص منافع ملی ایران، 2 تشخیص تضاد اصلی بر سر راه منافع ملی ایران، 3 تشخیص ضرورت آزادی، دموکراسی و برابری. این 3 محور رو داشته باشیم تا باز در تکمیل تعریف ها و معیارها بریم جلو. اینم بگم راستی که آیا برای داشتن شعور سیاسی باید دانای کل بود؟ مثلا خیلی دانش داشت و خیلی هوشمند بود؟ آیا الزاما دانش و آگاهی، مثلا آگاهی خیلی زیادی آکادمیک و کلاسیک و رسانه‌ای لازمه؟ الزاما نه. چرا؟ خب شما ببینید فرق اسپارتاکوس و کراسوس در چی بود؟ اسپارتاکوس یک برده بود، خب معلومه که خیلی امکانات کمی داشته. کراسوس رئیس یک امپراتوری بود، ولی میبینیم که اسپارتاکوس دنبال آزادی و برابریه، کراسوس دنبال تحمیل فردیت خودش، حکومت خودش، تمایل خودش، خواسته خودش، منافع خودش بر همگان، در حالی که خیلی هم مثلا میتونه دانش داشته باشه، آگاه باشه. مثال بعدی، فرق امیرکبیر و ستارخان با پادشاهان قاجار و همراهان درباریشون و شیخ فضلالله نوری در چی بود؟ مثلا ما میدونیم که امیرکبیر مدرسه اصلا نرفته بود، به طور غیر متعارف باسواد شده بود، ستارخان هم همینطور. ولی پادشاهان قاجار یا مثلا شیخ فضلالله نوری، اینا کلی مثلا کتاب خونده بودن، کلی مسافرت کرده بودن، کلی الزامات و امکانات داشتند
ولی میبینیم که با وجود این وضعیت ستارخان و امیرکبیر مظهر اصلاح خواهی، مصلحان بزرگ اجتماعی و سیاسی میشن. پادشاهان قاجار سرکوبگران و جنایتکاران و استثمارگران و شیخ فضلالله نوری هم مشروع خواه میشه با همه اون دانش‌های نمیدونم اسلامی و مذهبی و فقهی و فلان. پس تشخیص شعور سیاسی الزاماً دانای کل نیاز نداره. شعور سیاسی نیاز داره، دردمندی اجتماعی و سیاسی نیاز داره. از این نمونه ها تو تاریخ ایران و جهان بسیار زیاده. این نمونه ها نشون میدن که شعور سیاسی الزاماً ربطی به خیلی باسواد بودن نداره. با این حال اگرچه در صورت داشتن مبنای شعور سیاسی اتفاقاً باسواد بودن و آگاه بودن بسیار بسیار لازم و عالی هم هست و باید هم باشه. میریم سراغ محور بعدی. رابطه منافع ملی با سه اصل مهم سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. در هر جامعه همیشه سه اصل هستن که در زندگی مشترک اجتماعی وجود داشتن و هنوز هم هستن، جریان دارن. این سه اصل اینا هستن: تضاد اصلی، صورت مسئله اصلی، ضرورت اصلی. این سه اصل همیشه با منافع ملی هر کشور رابطه مستقیم دارن، چه مثبت چه منفی. مثلا شعور سیاسی در پیوند مستقیم با خردگرایی، متکی بر تفکر و نگاه و نگرش همه جانبه پیرامون صورت مسئله اصلی، تضاد اصلی و همینطور ضرورت اصلی مرتبط با منافع ملی هست. مثلا تضاد اصلیشو گفتیم یعنی مانع اصلی در مقابل تأمین منافع ملی. صورت مسئله یعنی صفبندی اصلی ترین نیروها در صحنه سیاسی در مقابل هم دیگه. ضرورت اصلی مثلا در ایران یعنی آزادی، دموکراسی، برابری. در لااقل 150 سال گذشته واجب اصلی برای ایرانی‌ها این سه تا موضوع بودن، یعنی آزادی، دموکراسی، برابری. همونطور که از محتوای این سه اصل معلومه و روشن و پیداست، اینها رابطه تنگاتنگی با منافع ملی ایران دارن. مثلا در همین 45 سال گذشته اینها رو یه نگاه کوتاه بهشون میکنیم. دقت کنید که هنوز تو تعاریف هستیم. میخوام این تعاریف رو مثلا با چند تا مثال نشون بدیم. در این حدود 45 سال گذشته تضاد یا مانع اصلی در مقابل منافع ملی ایران حاکمیت ولایت فقیهه. مثلا ما تشخیص بدیم که این حاکمیت تضاد اصلی هست یا یه گروه دیگه ای یا حتی یه کشور دیگه ای یا حتی یه موضوع دیگه ای. اگه یه نگاه به سالهای گذشته بندازیم که هر کی روی چی متمرکز بوده، روی تضاد اصلی یا روی تضاد فرعی، حتی اگه اون تضاد واقعی بوده، روی چی متمرکز بوده، میتونیم نیروها رو تشخیص بدیم. میریم سر محور بعدی. محور بعدی گفتیم چی بود؟ صورت مسئله اصلی ایران چیه یا چی بوده در این 45 سال گذشته. صورت مسئله یعنی صفبندی بین حاکمیت و اپوزیسیون. حاکمیت مشخصه. باید ببینیم اصلی ترین صفبندی بین حاکمیت و کدوم نیرو یا ائتلاف یا جریانی وجود داره. مثلا در صحنه سیاسی ایران ما شاهدیم که گروه های کردی، بلوچی هستند، شورای ملی مقاومت و مجاهدین هستند، افراد یا برخی تشکل‌های چپ، سوسیالیست، جمهوری خواه، ملی مذهبی هم هستند. عده‌ای هم پادشاهی خواهند، عده‌ای هم اصلاح طلبند. اصلاح طلبها هم که در واقع جزء حاکمیت هستند، اینها هم در صحنه سیاسی وجود دارند. خب باید به تاریخ این 45 سال نگاه کنیم و ببینیم که نبرد اصلی یا مساف اصلی یا هماوردی اصلی در بالاترین مدار بین حاکمیت و کدوم نیرو جریان داشته یا الان وجود داره، جریان داره. یعنی که صورت مسئله اصلی چیه، یعنی صفبندی اصلی چیه. اتفاقا این تشخیص به ما کمک میکنه که تضاد اصلی رو راحت تر بشناسیم و به صحنه اصلی سیاسی ایران در این موضوع اشراف داشته باشیم.
و همینطور مواضع همه رو خوب درک بکنیم تا بفهمیم که هر کی داره چیکار میکنه و پرونده و کارنامهش چی هست. میرسیم به محور سوم، محور آخر. ضرورت اصلی ایران گفتیم آزادی و دموکراسی و برابریه. حالا سوال میکنیم که آیا واقعا ایناست یا نه اصلاح حاکمیت ولایت فقیه از درون خودشه یا نه مماشات با اون از بیرون خودشه. پس میبینیم که ضرورت اصلی رو تشخیص دادن خودش یکی از معیارهای شعور سیاسیه. مثلا ضرورت ایران، ضرورت اصلی ایران دین یا غیر دین، حجاب یا بی حجاب، فمینیسم یا مرد سالاریه. پس اینا مهمن که ما تشخیص بدیم که واجب اصلی، فوریت اصلی، ضرورت اصلی کدومن. اینا مهمن که ما به عنوان فوریت و ضرورت تشخیصشون بدیم. اینا معیارهای شعور سیاسی هستند. یک نگاه بکنیم که در 45 سال گذشته و حتی 100 سال قبل از این هر کسی، هر نیرویی چه موضوعی را واجب تر میدونسته، ضروری تر میدونسته. این هم میتونه یک نگاه و نگرش از منظر شعور سیاسی به تاریخ ایران باشه. بنابراین تعاریف و معیارها رو گفتیم. در قسمت بعدی این پادکست میخواهیم بریم مصداقهای عینی و واقعی رو خیلی تند و سریع از مشروطیت تا سال 57 بررسی کنیم و از 57 تا الان رو به طور مفصل بررسی خواهیم کرد. موفق و شادمان و سرفراز باشید.